السلام علیکم اکای حاجی میرزا. من یک خواهر اسلامی شما از شهر دوشنبه. من صاحب شوهر و یک فرزند. من از شما معذرت میخواهم و خواهش میکنم که همین جمعه جواب گردانید. پدر من به مهاجرت مهنتی به دولت روسیه رفته است، اما مادرم باشد از فرصت استفاده برده با مرد ساز گرفته و او را به خانه اش می آرد. من با شوهرم خانه جدا دارم و در دیگر مکان زندگی می کنم. من روز این کار مادرم را فهمیدم و به خانه مادرم رفتم. مادرم باشد بهانه کرده و مرا در خانهش راه نداد. من با مادرم جنگ و جنجال را برداشتم و به خانه مجبور در آمده دیدم که دسترخوان برای 2 کس آراسته شده و در آنجا می نوشی ایستادم. گریان شدم، به مادرم جنگ و جنجال کردم و مادرم از من رنجید. چند روز بعد من طعام پخته و برای طلب بخشش به خانه مادرم آمدم و مادرم را خرسند کردم. لیکن مادرم به من گفت اگر تو ستر عورت کنی یا اینکه سبق گیری من تو را نمی بخشم. من شنیده بودم که برای یک زن 4 کس را خداوند عذاب می کند. آیا به این رفتار مادرم من در نزد خداوند گناهگار هستم یا نه؟ آیا من تعلیم قرآن گیرم یا ستر عورت کنم و اگر نکنم عاقب مادر می شوم یا نه؟ التماس پیشوای بزرگ جواب پوره دهید و در حق من و مادرم دعا کنید. السلام علیکم بابای حاجی میرزا. من یک زن گناهگار از شهر کولاب می باشم. اولا از خداوند عز و جل این را آرزو امید دارم که گناه های همه ما زنهای بدرفتار و بدگفتار را در روز محشر خدا عفو گرداند و به ما راه راست را هدایت کننده باشد. مادامی که من قلم گرفته در این کاغذ سفید از کارهای بد خود، رفتارهای بد خود می نویسم، از بدبختیم قلم از دستم افتیده و به من یاری نمی رساند. من یک زن بدبخت، یک زنی که در وسواس شیطان لعین لغزیدم و در دوام شوهرم در شهر روسیه بودنش به واسطه تلفن با یک مرد شناس شدم. سخنرانی ما چند وقت دوام کرد و بعد یک روز همان مرد مرا برای واخوردن دعوت کرد. من گردن شیطان را ناشکسته و برای رازگی آن به نزدش رفتم. ما با همدیگر شناس شدیم. از من چند مدتی گذشت و من با رازگی هر دویمان با یکدیگر ازدواج کردیم. بعد چند وقت شوهرم از روسیه برگشت و من باز به شوهر خود زندگی ام را دوام داده ایستادم. شوهرم از این کارهایم درکی ندارد. من باشم شوهرم را دوست می‌دارم. نمی‌خواهم که زندگی امان ویران شود. من صاحب 2 فرزند هستم. از شما خواهش و التماس دارم با من مصلحت بدهید که زندگی ام ویران نشود. و این را گفتنیم که نکاح ما بریده است یا نه، حلال است یا حرام. من از شوهرم یگان شکایتی ندارم. التماس دارم که به من مصلحت بدهید که زندگیم ویران نشود. من 5 وقت نمازم را خوانده ایستادم. از این کارهای بدم به نهایت پشیمان هستم. نمیخواهم فرزندانم از پدرشان جدا شوند. التماس حاجی اکا در حق من دعای نیک کنید. آخران مکتوب. السلام علیکم داملای شیرین بیان و نکته سنج حاجی میرزای مهربان. من خواستم به شما به مکتوب روبرو شوم، از کارهای کردم بیان نمایم. هرچند کوشش کردم جرأت پیدا نکردم که با تو روبرو ایستادن نقل کنم. لیکن خواهش این مکتوب من را خوانید تا درس عبرت برای دیگران شود.
قسم به نام خدا که وقتی این مکتوب را می نوشتم در خیالم این گذشت که این مکتوب را می نویسم و با خود می گیرم و خودم را آویزان می کنم. با صحبت های شما که انسان حرام می مرد ما را باز داشت. این مکتوب را تا آخر با آب چشم پر از پشیمانی نوشتم. داملا از حیات سیر شدم، بیزار شدم. تصور میکنم که من دیگر در کاری نیستم و آینده نام مادر شدن را حرام کردم. تا حال از این کار من پدر و مادرم و هیچ کس درکدار نیست. صنف 8 را تمام کرده سالی گذشته در تعطیل تابستانه در فریب یک مردی 45 یا 48 ساله پولدار افتیدم. مرا بازار برد و در $400 2 چله خرید تا سال نو خانیش یک جایه با من بود. این سال من صنف 9 هستم. آن مرد به من گفت غم نخور، همه در دست خودمان هست. تا وقتی هستم از فرزندهایم دیده غم تو را میخورم. باز تو را پیش از شوهر دادنت مثل اوله میکنم. قصه بسیار است داملا، چی گفتنی داری؟ چی توصیه میدهی؟ همان را میکنم. من منتظر سخنهای شیرین شما هستم. پشیمان شدم، مرا ببخشید که خودم را بدبخترین زن حساب میکنم. 5 ینوری سال 2009. برادر عزیز و گرامی، فکر میکنم این مکتوب هایی که نزد من است، اگر هر کسی که این خواند با این مکتوب ها شناسایی پیدا کند، اگر در وجود او به مثل یک دانه ارزن ایمان باشد، قسم به نام پروردگار قرار ایستاده نمیتواند. این خیلی مصیبت کلانی هست برای مردم مسلمان ما، برای مردم این باننگ و با ناموس که نام او تاجیک است. برادر عزیز، حبیب خدا میگوید من وقتی نزد دروازه جنت ایستادگی میکنم، اکثر آن کسانی که در این جنت پرناز و پرنعمت خدا می‌درآیند از تمام نوش و نعمت این جنت استفاده میبرند، از گروه مسکین ها و فقیر هاست. اکثر آدمای مسکین، فقیر، بیچاره، ناتوان، بی صاحب اهل جنتند. گفت پیغمبر خدا و اصحاب الجد محبوسون. برادر عزیز، من خطاب به سوی تو میکنم. پیغمبر خدا گفت و اصحاب الجد محبوسون، مردمی که در دنیا پولدار بودند، مردمی که در دنیا نامشان بای بابا بود، نامشان بای بچه بود. پیغمبر خدا گفت خداوند اینها را امر میکند روز قیامت اینها را در جای علاهیده جمع کنه بالای من حساب دارو. اصحاب الجد محبوسون، یا را حبس برای اینا را ما حساب میکنیم. چه حساب میکنیم؟ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن امور فيما افناه وعن علم فيما فعل فيه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما ابلاه. ما از اینا میپرسیم من اين اکتسبه، از کجا این درآمدی تو از کدام راه بود؟ از کجا این مبلغ برای تو آمد؟ از کجا این خوشی ها و این راحت هایی که تو در دنیا کردی اینا را از کدام راه کردی؟ ما میپرسیم من اين اکتسبه، با کدام راه تو کسب کردی؟ و فیما انفقه، کام راه به این پول دادگی خدا را تو صرف کردی. دو سوال بالای مالداران خدا دارد. برادرای مالدار، خدای مهربان دولتان بازم زاید کند، لیکن در برابر زاید کردن مال شما خدا ایمان شما را قوی کند، خدا ترسی شما را زیاد کند.
رحم و انصاف و شفقت شما را زیاد کند، شما را ملت دوستدار کند، اسلام دوستدار کند، حس ملی شما را خدا زنده نگه دارد. اخوان برادر عزیز، خدا برای تو این مبلغ داد و تو دختر صنف 8 بری به آبرو کنی که او بیچاره با کشتار تیار است برای 400 دلار تو. حیا چه می سوزاند؟ غم تو را من از غم فرزندان دست زیاد میخورم. برادر عزیز، دوستان خدا می گفتن غم دین خور، غم دین است. همه غم ها فروزتر از دین است. غم دنیا مخور که بیهوده است، هیچ کس در جهان نیاسوده است. تو دروغ مگو، تو غمخوار نیستی، تو غم او را میخوردی، تو انسان را به حالت نمی آوردی. تو فراموش نکن که این سوال پروردگار روز قیامت از تو میکنه، از کجا این درآمدت بود و این پول تو در کجا صرف کردی. اونجا به نام پروردگار برای تو شرمندگی است، خجالت است که گویی پول من 400 دلار شاید صنف 8 من به آبرو کردم. چی جواب بگو؟ اینا همش اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. این آیت قرآن ابو هریره میگه پیش پیغمبری خدا خواندن، حبیب خدا در حال میگه گفتن ایسته یومئذ تحدث اخبارها. میدانین این اخبار چه اخبار است؟ میدانین که این زمین چه اخبار پیش خدا را میتاد؟ برادر عزیز، آیت شب شما را فریب دادن، شما آدمای ضعیف ایمان، شما آدمای بی غیرت، زمین 10 بر می جنبد، تا روز خواب نکردی، از پیشگاه پروردگار نمیترسی؟ از پیشگاه خدا نمیترسی؟ تا روز کودکاتون در دست کوچه به کوچه گشتید که زمین نمی جنبد. از زمین جنبی ترسیدی و از شدت روز قیامت نمیترسی؟ پیشگاه خدا در راست خود کند و گوید ای نام تنمی گیرن. اونجا نام هر کس با همون کسب دنیایی فریاد کرده می شود ای زینه‌کار پیش گذر. نمی ترسید؟ بدانیم بود پیغمبری خدا یومئذ تحدث اخبارها، روز قیامت زمین اخبار می دهد. میدانید این اخبار چه اخبار است؟ گفتن نمیدانیم، الله و رسول اعلم، خدا و رسول داناست، ما نمیدانیم. حبیب خدا گفتن ان تشهد على كل عبد او امة بما عمل على ظهرها تقول عملت كذا و كذا في يوم كذا و كذا. ببینید روز قیامت این زمینه که بالاش در امروز بی پروا گشته سیم دادر عزیز. ولی زمین شما زمین هم نگوید. گفتی سعدی این خاک گر به تأمل نظر کنی مردک، این خاک گر به تأمل نظر کنی چشم است و روی و قامت زیبای دلبران. این خاک نیست، این خاکی که ببینن این چشم لگن، این روی هستن، اینا دستهای برادر شما هستن که به خواب مبدل شدن. نوشیروان کجا شد و دارا و یزدگرد، گردان شاهنامه و خانان قیصران کجا شدن اینا؟ مرغ دیدم نشسته در باره کوس، کندوره های کوس در توس، در پیش نهاده کله کیکاووس، با کله همه گفت که افسوس افسوس کو بانگ جرس ها و چی شد ناله کوس. این مرغ از این کله کیکاووس بپرسید اون مالهات کجا شد، اون رقص و بازیهات کجا شد، اون عیش و عشرتات کجا شد، اون عملهای زشتت کجا شد که امروز کله تو خوراک من شده است. برادر عزیز، تو را خدا مبلغ داد، شرایط داد، دولت داد، به خاطر آن داد که تو برعکس کوشش کنی که برادرایی که بیزنن، خواهش زنگیری دارن، زن تو
دخترایی که شوهر نمیابند برای اونا شوهر بر در جای کار مخصوص مشغول گردان. این از کار تو. و پول برای فساد کردن نیست، پول برای بی آبرو کردن دخترای مردم نیست. و این انسان هایی که اینقدر خدا شما را بی رحم و بی انصاف کرده است که مردک بیچاره تیپرکلاس، جگردرد، روده درد، اعضای آبادش نمانده است در روسیه، کار میکند، مهنت میکند، تو زنی اقدی در اینجا عشرت میکنی. همین ایمانداری است. به نام خدا قسم به عزتش حبیب خدا گفتن من زنا او شرب الخمر نزع الله منه الایمان کما یخلع انسان القمیص من رأسی. قسم به پروردگار اگر تو نوجوان مرد، ناپاک و پلید، تو ویروسی، تو یک میکروبی بدترین در بین این مردم مسلمانی، وقتی تو قدم به سوی خانه همون زن زدی، از غایبی شوهر همون استفاده بردی، یک قدم کندی خدا جان تا گرفت، به نام پروردگار تو به ایمان هستی. یک قدم زدن ده تو ایمان نداری. چگونه حبیب خدا گفت القمیص من رأسی، چگونه لباس آدم بدر میکند بدنش به لباس بماند، همچنان قدم تو را به ایمان میکند. تو نمیترسی از به ایمانی؟ او به ایمانی بر این آخر به قدری و به شرفی وجود ندارد. کسی از خواجه جندی بپرسید که تو به یا سگ و از کس ترسید؟ خواجه جندی 400-500 شاگرد داشت. یک آدم برای سنجش او آمد، ای شیخ تو خوبی یا سگ؟ تو بهتری یا سگ بهتر است؟ مریدانش دویدن آشکاره که تا آنجا کنندش پاره پاره. مریدا خیستن گفتن ای بدبخت این چی سوال است؟ این چی تحقیر است در حق استاد ما؟ پاره پارت میکنیم. با یک راه من کرد آن جمله را پیر، بگفتا نیستم آگاه ز تقدیر، نیستم آگاه از تقدیر. گر از اوباشی را ایمان برم من، توانم گفت که صد بهترم من. وگر ایمان نخواهم برد ز اوباش، چو موی بودم من در سگ کاش. ازت گفتن اگر من ایمان برم برادر عزیز، من از سگ بهترم، لیکن ایمان نبرم از یک موی سگ بهتر هستم. دادر عزیز تو ایقه ایمان در یک عادی ترین کار، در یک لحظه که یک ساعت تو ایمان تا میفروشی، 1000 سالها در پیش خدا میسوزی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن من قعد على فراش مغیبت قیض الله له ثعبانا یوم القیامه. برادر عزیز حدیث پیغمبر را گوش کن. من قعد على فراش مغیبت، یک برادر از غایب بودنش، از نبودنش، از غریبی بودنش، از خانش بیرون بودن استفاده بردی. حبیب خدا گفتن خانه را تینج یافتی، خانه را خیرات کردی، یا با طریق تلفن او را تو شیفته خودت کردی، فریفته کردی و رفتی این کار زشت و ناشایانه در حق این خواهر مسلمان انجام دادی. حبیب خدا گفت زود است که خدا جان تا میگیرد و زود است که تو پیش پروردگار میایی، لیکن خداوند قیض الله له ثعبانا یوم القیامه. انمون مارهایی که حتی انسان در تلویزیون دیدن مار را حذر میکند، میترسد. ببین وقتی مارهایمون تلویزیون در پیتانهایی را که نشان میدهند 400 کیلو 300 کیلو، وقتی آدم میبیند ترس او را فرا میگیرد،
حبیب خدا گفت برای تو انسانی که این کار زشت و شنیع را در حق خواهر مسلمان، مادر مسلمان، علل خصوص زنهای شوهردار، دخترهای شوهردار انجام دادی، خداوند برای تو در قبر همچنان مارها را آماده میکند. خیلی جای تأسف، خیلی جای به خدا قسم رنجیدن وقتی گویم که شما برادر عزیز، هر کسی صدای مرا میشنود، وقتی گفتن دختر فلانی با فلان مرد یک جایه شد، شما دختر فلانی را در ذهنتان نگذارانید، فقط دختر خودتان را در ذهنتان گذارانید. وقتی آوازه کدام زن شوهردار اگر دیار ما را فرا گرفت، تصور کن زن شماست وای. این شعاره که گوری و جدا و گوری من جدا، این شعار ما نیست. اذا رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. شما وقتی کاری ناشایست دیدین، حبیب خدا گفت کاری نادرست دیدین، با دستاتون من کنین، پیشگیری کنین. وقتی با دستهاتون نتوانستین، با زبانهاتون گوین، با زبانهاتون گفته نتوانستین، با دلهاتون همون زن و همون مرد بد کردار و بد رفتار بد ببینین، لیکن این نشانه ضعیفی ایمان شماست. وقتی با زبانتون نتوانین گفته. لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. حبیبی خدا گفتن لا یزنی زانی حین یزنی و هو مؤمن. آیا انسانی که دست به زنا میزند، آیا وی تصور میکند که وی مؤمن است؟ یک توجیهش همین است. دیگر معناش این است که آن کسی که دستی به زنا میزند و 5 وقت نماز میخواند، روزه ماه مبارک میگیرد، نماز جمعه ادا میکند، معنای او را دارد که نور ایمان او باقی نمیماند. هر کسی که 5 وقت نماز میخواند، الحمدلله من مسلمان میگه، مثل این خواهرایی که میگویند ما 5 وقت نماز ما را میخوانیم، لیکن گردن شیطان شکسته نتوانستیم. وقتی که این کار وقتی که انسانی که انجام داد چی میشود برادر عزیز؟ معنای این دارد که ایمان او کامل نیست، معنای او مکمل نیست، ایمان او مکمل نیست. ولا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن. حبیب خدا گفتند انسانی که اگر 5 وقت نمازش میخواند، روزه ماه مبارکش میبارد، نماز جمعه را ادا میکند، لیکن در برابر این دزد است، دزدی میکند، مال مردم را خیانت میکند، آیا وی مؤمن است؟ آیا وی ایمانش کامل است؟ معنایی را دارد که ایمان او نور ندارد. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. حبیب خدا سه طایفه را گفتند، یکی زناکار را بیان کردند، یکی دزدها را بیان کردند، یکی عرق نوشها را بیان کردند. که انسانی که هم 5 وقت نماز خوانه و جمعه خوانه و دعوای ایمان و اسلام داشته باشه و باز در برابر و عرق نوشی کند، معنای او را دارد که ایمان او نور ندارد، ایمان او کامل نیست. دادر عزیز، چگونه که من در احترام پدر و مادر از شما گشته و برگشته خواهش کردم، گشته و برگشته شما را تأکید کردم
که جای عبادت است، جای فرمانبرداری است، جای سرخمی است، جای پاداش گرفتن است. حرمت پدر و مادر این چنین به گوش شما باز میرسانم. روز به روز، ساعت به ساعت امکانیت ها برای زنا کردن خیر و خیر مساعدت میکند، شرایط ها خوب میشود. روز به روز شاید نفرهایی که خواهش اینو دارند زیاد شدن میگیرند. لیکن دادر عزیز، شما وقتی که پیشنهاد به شما میشود یا وقتی که خواهش های شما در همین مسئله پیدا شد، کلمه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم استفاده برید. حبیب خدایا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حبیب خدا گفت ای جوانهایی که بزنین، ای جوانهایی که خواهش زنگیری دارین، شما درو زن گیرید. مراد اگر شما خواهید که امروز ببینید تلویزیون هزاریت نمود کانال ها دارد، بچه ها با او سیر نکردن، دخترها با او سیر نکردن، در تلفن هاشون حتی که همون رسم ها بود، گویم حتی در صورت ها قرطه ها ده، حتی که صورت های همین فحش و فاحشگی ها در دست. وقتی با اون نظر میکنند، وقتی که با اون نگاه میکنند، وجود اونها را تغییرات کلی پیدا میکنند. به این خاطر برادر عزیز و گرامی، شما در این مسئله خیلی با احتیاط باشید، به سوی خدا دعا کننده باشید، صبر کنین. حبیب خدا میگوید زن گیرین، از همه بهترش همین است که شما را از راه زنا منع میکند، زیرا اینکه اغض للبصر و احسن للفرج، زیرا زن معنای را دارد که چشم تو دیگر، چشم تو گرسنه نیست، چشم تو دیگر به این زنهایی که خداشون خیر آرا و تارا دادن که برای شما را دیگرگون کردن، شما را ویران کردن، خداشون هر زیله میکنن، دیگر چشمای شما با آنها شکفته نمی شود، داده نمی شود و فرجهای شما از راه حرام باز می ایستد. وقتی که اگر شهوت شما طغیان کرد، حتی آنچنان علنگه‌ای دارد که تو دیگر طاقت نداشته باشی، حبیب خدا گفتن روزه بگیر، روزه شهوت تو را می شکند. دادر عزیز، هر راهی که باشد، با طریقی خواه زن گرفتن باشد، خواه به طریق روزه گرفتن باشد، استفاده برینو در این راه قدم نزنید. زیرا به خدا قسم اگر زن داشته باشید، بدبختی به خاندانتون می آید، دیگر شما با این زنهای حلالی داشتگیتان حلاوت برده نمیتونین، زندگی خوب کرده نمیتونین، دیگر میل شما فقط به سوی حرام می شود. اگر بیزنم باشید، آینده زنم که گیرین، شما از این راه حرام بر نمی گردید. بسیار کوشش کنین دادر عزیز که در این راه هیچ وقت داده نشوین و از این راه پلید بازگردین. خدا خواهد من جمعه های آینده اطراف این موضوع باز برای شما از آیت های قرآن که خداوند در چندین جای قرآن تأکیدها نسبت اینها کردند، من به گوش شما البته می رسانم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند من یضمن لی ما بین لحیی و ما بین رجلی ازمن له الجنه. اگر هر کسی ضامن شود در پیش من که از زبان من کسی آزار نمی یابد، زبان من از جمله زبانهای خاردار نیست، زبان من از جمله زبان فحش و دشنام کننده نیست، اگر همتر ضامن در پیش من شود و ضامن شود که ای حبیب خدا تا وقت این دنیا را پدرود میگویم قدم من به سوی زنا هیچ وقت
گذاشتن می شود از من له الجنه. من برای این خیر جوان مرد حبیب خدا گفت ضامن هستم که وی وارد جنت کنم. در پیشگاه پروردگارم دعا میکنم، خواهش میکنم و این جوانی که زبانش و فرج خدا از راه حرام، زبانش از درشتی نگه داشت، منم ضامن که وی جنت برم. این سرشوی های زنا از همین دستی به دست کردن است. لا یطعن فی رأس احدکم بمخیط من حدید خیر له من ان یمس امرأة لا تحل له. پیغمبر خدا گفت اگر در سر شما یک آهن کلان را آورده چکن، هم تا زده گویم از زیر گلوهاتون که براید، این برای شما آسانتر است که دستان در دست یک زن بیگانه گذارید. این برای شما بهتر است، زیرا که پیغمبر خدا میدانستند که این مقدمات زناست، آهسته آهسته این بچه را به او راه بد میبرند. خدا همه شما را در حفظ و امانش نگه داره و خدای مهربان شما را از جمله آن بندگان گرداند که بندگان اساسی رحمان باشین و بندگان خدا ترس باشین و از جمله بندگان باشین که در ذهن شما تماما حلاوت و شیرینی زنا هیچ وقت جای نداشته باشه.